سلام، این یک دستگاه نجاری برای برش MDF هست که با برق 24 ولت AC مدار فرمانش تغذیه میشه. یک دستگاه آلمانی هست و برخلاف تمام چیزهایی که دیده بودم، یعنی برق 24 ولت DC و 18 ولت DC و 12 ولت، این با برق 24 ولت AC تغذیه میشه. یعنی مدار فرمانش، متریال و قطعاش جریان تغذیه 24 ولت AC دارن و داخل تابلو خود دستگاه یک فرانس تنظیم جریان داره که برق DC AC رو به 24 AC تبدیل میکنه و متریالش با اون جریان 24 ولت کار میکنه.